أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سوره الکوثر الله تعالی می فرماید انا اعطیناک. انا صیغه جمع است. گاهی در عربی صیغه جمع به معنای تعظیم و تکریم می آید. الله تعالی با صیغه تعظیم خود را یاد می کند و این حقش است و شأنش هم شأن بزرگی داره، عظمت داره و آنچه که این مقام هم تقاضا میکنه باید خدا به بزرگی یاد بکنه، چون خیری بزرگ برای پیامبر خود میدهد و این خیری بزرگ از ذات بزرگ صادر میشه و صاحب خیری بزرگ ذات بزرگ است. انا یقینا ما اعطیناک، دادیم تو را ای محمد صلی الله علیه و سلم. چی دادیم؟ الکوثر. در کلمه کوثر مفسرین دو معنا ذکر میکنن. الکوثر مراد نهر کوثر و این نهر در جنت می باشه و از این نهر دو میزاب و دو نوشار به حوزی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم مخصوص در میدان عرصات می باشه به او می ریزد. و در وصف هر دو کوثر و نهر کوثر و حوض هر دو احادیث زیاد آمده و اینجا مقام تفصیلی از اون نیست. و دوم معنای کوثر به معنای خیری زیاد، الخیر الکثیر. از جمله خیری کثیر، خیر زیاد، همین نهر کوثر و حوض روزی عرصات می باشد. و همچنان خیر کثیر شامل نبوت است، شامل قرآن عظیم الشأن است و نام بلند به رسول الله صلی الله علیه و سلم و رفعنا لک ذکرک و سردار فرزندان آدم انا سید ولد آدم که خودشان وصف کردند و همچنان امتشان بهترین امت، کنتم خیر امت، یعنی بهترین امت به رسول الله صلی الله علیه وسلم داده شده. شفاعت روز قیامت برشان داده میشه، شفاعت کبرا خیلی بزرگ است، مقام محمود. و روز قیامت اولین شخصی هستند که برشان دروازه بهشت باز میشه و همچنان خیرهای بزرگی دیگری که به رسول الله صلی الله علیه وسلم داده شده و داده هم میشه در روز قیامت، شامل همه خیر است. معنای الکوثر که کوثر یعنی صیغه مبالغه است، زیاد خیر، زیاد نعمت ها را الله تعالی و پیامبر خود داده و میدهد. فصل لربک وانحر. الله تعالی اینجا نعمت ذکر کرد. وقتی که میگه برای تو نعمت دادیم، در مقابل نعمت باید شکر کنی. شکر نعمتت افزون کند. لئن شکرتم لازیدنکم فصل لربک وانحر. نماز و قربانی از بهترین مقام شکر است و بهترین شکر است برای الله تعالی، چون در نماز شکر زبان است، شکر اندام و جوارح است و همچنان شکر قلب است و شکر مال است. در قربانی همه انواع شکر دی دو نوع عبادت دیده میشه. فصل لربک وانحر. فصل پس تو نمازی قربان بخوان برای الله تعالی. مراد از صلات اینجا نماز قربان است. لربک خاص برای پروردگارت، وانحر و شتر برای پروردگارت خاص ذبح کن. مراد از نحر اینجا شتر است. یا فصل لربک مراد از صلات عام نماز است، نماز نفلی بوده باشه، نماز فرضی بوده باشه، همه نماز بری پروردگارت ادا کن. وانحر مراد عام قربانی است،
قربانی را همیشه در هر وقتی مخصوص برای الله تعالی ذبح کن. و به معنای دوم آیت سوره انعام دلالت میکنه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اینجا نماز، نسک هر دو عام ذکر شده. عام قربانی را برای الله تعالی مخصوص بگردان. ان شانئک هو الابتر. این یقینا شانئک دشمن تو، بدبین تو، هو الابتر او دنبریده است، او مقطوع نسل است، نسلش قطع میشه و خیر از او قطع میشه. بعضی آثار آمده که مشرکین عرب در مکه وقتی که پسری رسول الله صلی الله علیه وسلم قاسم وفات کرد، گفتنی رسول الله دنبریده شد، یعنی از این دیگر پسری به دنیا نماند، این نسل نداره و از طریق دختر نسل هم ثابت نمیشه، به خاطری که دختر وقتی که اولاد بیاره اولادی از او به پدر خود نسبت میدهد، دیگه این پیامبر نسل نداره. وقتی که وفات کرد نامی از زیر کسی دیگری یاد نمی کند. و همچنان گفته شده در مدینه هم بعضی ها همین حرف را گفتن وقتی که پسرشان ابراهیم وفات کردند. الله تعالی اینجا تأکید میکنه به پیامبر خود و همچنین تسلی میدهد که به این حرفهای از اینها تو غمگین مباش، اینها دنبریده هستند، نسلی از اینها قطع میشه، خیر از اینها قطع میشه و تو در مقابل از اینها نامت بلند میره و ذکر تو همیشه باقی میمانه و خیر تو همیشه باقی میمانه و خیر برات همیشه میرسه. همون خاطر بوده که رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکرشان بعد از وفاتشان تا روز قیامت همیشه باقی میمانه، بلکه درود بر رسول الله صلی الله علیه وسلم از جانب الله تعالی امر شده. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. درود بر رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی از راههایی است که نام رسول الله صلی الله علیه وسلم باقی بمانه. و همچنین کلمه شهادت، در کلمه شهادت نام رسول الله صلی الله علیه وسلم مقارن ذکر کرده که نامی از او بری همیش باقی میمانه و همچنان تا به وقتی که شهادتی به نامی از او نتی اقرار و اعتراف و رسالتی از او انسان نکند، اصلا اسلام انسان قبول نیست. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، یا لا اله الا الله محمد رسول الله. و همچنان در وقت اذان، در ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم که همیشه در 5 وقت نماز اذان داده میشه و نام رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد میشه، بلند میشه، اشهد ان محمد رسول الله. و همچنان در وقت تشهد انسان در هر نمازی، سنت است، نفل است یا نماز فرضی است، بعد از تشهد اللهم صل علی محمد، نام محمد صلی الله علیه وسلم یاد میکنه، اللهم بارک علی محمد. و حتی نام رسول الله صلی الله علیه وسلم در قبر هم باقی است و اونجا یاد میشه و هر مسلمانی که و هر مؤمنی که میره و از پیشش پرسان میشه و حتی از دیگرها هم به قولی از کفار هم سوال میشه من ربک، ما دینک، من نبیک، من نبیک. نبی محمد صلی الله علیه وسلم بنده مؤمن و مسلمان الله به زبانش میاره که پیامبر ما محمد صلی الله علیه وسلم بود. و همچنان ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم در آخرت باقی میمانه. روز قیامت همه مردم به طرف دیگر انبیا میروند، در روز حشر که شفاعتشان کنه همه جوابشان میده رسول الله صلی الله علیه وسلم. وقتی که نزدی از این میگه ما بری از شفاعت هستم، میروند در مقام محمود، بری تمام امتها شفاعت میکنن
که حساب و کتاب را الله تعالی شروع کند و رسول الله صلی الله علیه و سلم خیرشان در قیامت به همه میرسد که به خصوص امتیانشان از حوض کوثری از حوضی که در مقام عرصات برشان داده شده امتشان استفاده میکنه مینوشن و امتشان استقبال میکنه در اونجا ترحیب میکنن و همچنان شفاعت امتشان و همچنان دعاشان به امتشان که از صراط تیر میشن اللهم سلم اللهم سلم امت خود دعا میکنن که اینها را از این تیر شدن پل صراط نجاتشان بتی و همچنان خیرشان به دعوتشان که از طریق دعوتی که انجام دادن و امت راهنمایی کردن و خیر به امت رساندن و این دعوت تا روز قیامت اجر و ثوابش و حرفهای خیری را که به امت رساندن به این خیر برشان تا روز قیامت تا آخری روز دنیا را برشان میرسه من دل علی خیر فله مثل اجر فاعله بدون از اینکه کدام نقصی در اجر عامل بیا و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم امو اجر داده میشه چون و اولین دال علی الخیر بود. الله تعالی ما را توفیق بدهد که همیشه درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بفرستیم و نام رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند ببریم و روز قیامت ما را از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم محروم نسازد و از حوضی از او محروم نسازد و الله تعالی ما را توفیق بدهد که نماز مخصوص الله تعالی و خاص برای الله تعالی انجام بدهیم ادا کنیم و قربانی را توفیق بدهد که هر وقت قربانی میکنیم به نام الله تعالی و بارک الله فیکم.